بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی کلمه، خدمت شما عزیزان همراهانی که مثل ما به دنبال رسیدن به موفقیت هستید و از عوامل و راههای شکست دوری میکنید. امیدوارم دست به دست هم بدیم، با یاری الله رب العالمین، به فضل الله رب العالمین، به رحمتهای الله رب العالمین نجات پیدا کنیم و خودمون رو نجات بدیم، بتونیم حرکت کنیم به سوی خوبی و خوشبختی، بتونیم حرکت کنیم به سوی اون چی که میتونه ما رو نجات بده و پرهیز کنیم از هر آنچه که ممکنه ما رو شکست بده. اگر بیاد داشته باشید بحثی رو آغاز کردیم از عوامل شکست، چرا که اگر ما هر عامل شکستی رو که از خودمون دور کردیم یک گام به پیروزی و موفقیت نزدیک شدیم و اون بحث هم خبرکشی، خبرچینی، خبر بردن که حالا شاملش همین توطئه کردن و امثال اون هم میشه. و اشاره کردیم که حذیفه بن یمان روایتی رو از پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد با این مضمون که لا یدخل الجنة قطاتون، شخص خبرکش، شخص خبرچین، خبرها رو جمع میکنه، شخصی که خبر رو به دیگران انتقال میده وارد بهشت نمیشه و چه بد سعادتی خواهد بود، یا به عبارتی چه شقاوتی خواهد بود و چه بدبختی که انسان زندگی جاودان خودش رو به جای اینکه در خوشبختی و سعادت و رفاه و آسایش داشته باشه، اون زندگی رو در آتش جهنم همراه بکنه. و این مطلب رو دوباره خدمتتون اشاره میکنم. این به این معنا نیست که اون چرا که من میگم خودم ممکن بهش عاملم. تلاش میکنیم عامل باشیم. انسان ها دو گونن. یه وقتی فردی میگه آقا نه من نمیخوام از خوب صحبت کنید، خوبی رو بیان کنید، مطرح کنید. یکی میگه نه آقا من خوبی رو مطرح میکنم، اما امیدوارم هم خودم خوب بشم هم شما خوب بشید، هم به خوبی برسیم، هم به نتایج مثبت دست پیدا بکنیم. حالا بعضی هم هستن که از خود ممنونن. قرآن میگه فلا تزکوا انفسکم، خودتون رو خوب نگیرید. حالا گیرم هم که یک فردی خوب باشه نباید بگه آقا من خوبم، اما واقعیت اینه که با توجه به تجربیاتی که حداقل تو این چندین سال زندگی داریم، برخی از عادات زشت با انسان‌ها همراه هست. باید طلب استغفار کنیم، توبه کنیم نزد الله رب العالمین که گناهان ما رو ببخشه. حداقل بعد از این کمتر مرتکب این گناهان بشیم، کمتر کاری رو انجام بدیم که اعمالمون از بین بره، مطابق با حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که خدایی نکرده ما مفلس نباشیم، خدایی نکرده دست خالی نباشیم، خدایی نکرده اون چیزی که به سعادت ما رو میرسونه از دست نداده باشیم. بله، روایتی از پیامبر هست، شهر ابن حوشب نقل میکنه. حالا این رو به گونه دیگه هم آوردن، سمره آوردن از اسماء بنت یزید که میگه قالت قال النبی صلی الله علیه و سلم، که ایشون میگه پیامبر خدا فرمود. حدیث حسن هست. البته قسمت اولا بحث رجال حدیثیش بمونه که حالا میگه قسمتش از اون صحیح هست و فلان، اما حدیث قابل حجت هست حداقل در موردی که ما میخوایم اشاره بکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه الا اخبرکم بخیارکم، دوست دارید بهترین شما رو به شما معرفی بکنم؟ پیامبر در جمعی از یارانش نشسته، بالاخره مجلسشون گرمه، چشمهای اونها به رسول الله صلی الله علیه و سلم خیره هست، گوشهاشون بند به کلام پیامبر هست، قلبهاشون متعلق به قلب پیامبر، در محفل آموزش الهی، آخرین دینه که خداوند برای بشریت فرستاده. در چنین فضای صمیمانه‌ای، در این فضای معنوی، در چنین فضای توحیدی پیامبر رو به شاگردانش میکنه میخواید به شما خبر بدم بهترین شما چه کسیه؟ الا اخبرکم بخیارکم، دوست دارید شما رو معرفی بکنم، به شما توضیح بدم که بهترین شما چه کسانی هستن؟ اصحاب یاران گفتن بلا یا رسول الله، بله چرا نه، از خدامونه. یاران رسول الله صلی الله علیه و آله اصحاب میگن ما راستش بخواید میترسیدیم از پیامبر سوال بکنیم، چون قرآن میگه لا تسالون اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از هر چیزی هی نرید سوال بکنید. مثل قوم بنی اسرائیل در مورد جریان گاو، خب گاو چه جوری باشه، چه سالی باشه، رنگ و روش چه جوری باشه، بابا ول کنید.
یه چیزی گفت به اون همون عمل کنید. گاو برید گاو بیارید دیگه، دنبال بهانه نگردید. و خدا میگه لا تسالوا اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. از هر چیزی هیچ سوال نکنید، شاید اون سوال سبب بشه که وقت پاسخی بشنوید خوشتون نیاد. و از طرفی این نشون میداد که پیامبر میگه اون چیزی که من گفتم حلاله بگیرید، اون چیزی که گفتم حرام بر حذر باشید. دیگه هی نرید مته رو خشخاش بذارید. اصحاب میگن خب همینجوری. این فهم صحابه بود. حالا بعضی از افراد میبینی هی سوال میکنن. این کارو بکنیم اینجوری میشه، مثل این مباحث فقهی پدر آدمو در میارن. حالا بعضی اسم خودشون رو فقیه گذاشتن، بلایی به سر این کتابا در میارن که انسان نمیدونه چه اتفاقی میفته. خب میگه که میخوان شما رو خبر بدم بهترین شما کیان؟ گفتم بله یا رسول الله. پیامبر گفت الذین اذا رؤوا ذکر الله، کسانی هستند که وقتی این افراد دیده بشن، به عبارتی وقتی ببینیدشون، اینجوری بگم وقتی این افراد دیده میشن، مردم میبیننشون، خداوند بیاد مردم میاد، احساس میکنن خداوند رو، درک میکنن، ذکر الله، ذکر خدا میشه. یعنی با دیدن اونها مردم به خودشون میان و احساس میکنن خالقی دارن و بعد از این خالق اطاعت کنن. اینها بهترین آدمایی هستند. یعنی اگر میخواد شما بهترین باشید، اونگونه در زندگی عمل کنید، صادقانه، پاک، تجلی از برنامه الهی باشید که شما وقتی که با دیدن شما انسان‌ها متوجه حقیقت بشن. بعد فکر میکنن که فقط صحابه با جنگ و جهاد دنیا رو گرفتن و اسلام وارد شد. چرا مغول‌ها این همه فتح کردن سرزمین‌ها رو، نتونستن آیین خودشون همه جا مسلط کنن؟ صلیبیون اینقدر کشتن، چرا نتونستن کار به جایی ببرن؟ از اون ور ببینید که اون اسکندر مقدونی و سایر جهانگشایان، هیتلر، امثال اینها چیکار کردن؟ ناپلئون بناپارت. ولی چطور شد دین اسلام به اقصی نقاط دنیا با فرهنگ‌ها، زبان‌ها و اقوام متفاوت رسید؟ چرا که اصحاب پیامبر واقعا خیارکم بودن، بهترین بودن. با دیدن اونها دیگران بیاد الله میافتادن، بیاد حقیقت میافتادن. با راه رفتن اونها، با کلام اونها و اصحاب الگوهای حقیقی بودن. انسان اگر به حقیقت برسه و تابع برنامه خدا باشه، نور الهی همراهشه، خداوند حمایتش میکنه. از صبح که وارد نماز صبح میشه به جماعت، تحت حمایت الله رب العالمین هست، تا شب که باز نماز جماعت رو میخونه، به خونش میاد، تحت حمایت برنامه الهیه. خدا میگه که به دنبال کسی که نماز صبحش به جماعت میخونه نیفتید، که من حدیث قدسیه، چرا که من میطلبم اون طرفو انتقام میگیرم ولش نمیکنم. با دوست من اعلام دشمنی نکنین، چرا من با اون شخص اعلان جنگ میکنم. هر کی دوست من اذیت کنه من بهش اعلام جنگ میکنم. این نشون میده انسان وقتی به حقیقت میرسه و واقعا حقیقی، نه نمایشی. خدا رحم بکنه واقعا به همه.